لگوی نه بکام دیوید بکام. یک ذره کیفیتش پایینه ولی خب واسه 66 تومن منطقیه. انشالله که کوتاه باشه برای اجرا. آهنگ های شکلاتی به اسمش دقت نکردم و اینکه اون بالاش یه ذره خرابه و بد بریده شده و وسواس من اذیت میشه. 3 تا نمایشنامه دیگه. کافکا در بستر، کافکا در کرانه، اون کوتاه بالم درام، پیشنهاد دلسوزانه. که هیچ حالی دائمی نیست. چقدر زیبا. بریم. خانواده شاهنامه فردوسی رو تدریس میکردن و میگفتن و یا حافظ خانه میکردن و یا مثنوی خانه میکردن. ما شعرهای بی‌نهایت داشتیم، خاقانی داشتیم، استودی داشتیم. One day you will be met where you are. One day you will be someone's favorite person, and you will not be confused. You will not feel like you are fighting for someone who isn't fighting for you. One day, you will understand that it never mattered how tightly you held on to the wrong people or how intensely you tried, because the right people were always going to find you. The right people were always going to stay. چی خریدیم؟ من باقی شیشه‌ای گرفتم از تنیسی ویلیامز، چون که فردا تحلیلش رو داریم و باید میخوندیم و امیدوارم با علیرغم اینکه امتحان دارم تا فردا تمومش کنم. بارونم داره میاد و این حق من نیست که توی خونه بشینم درس بخونم، ولی زندگی سراسر رنجه دیگه.
و الان دقیقاً بعد از کلاس تحلیلمونه و این حجمیه که هنوز مونده از نمایش و من نخوندمش و نصفه دیگه سر کلاس با استاد من در حال پیشروی بودم و میخوندم. امتحان موفقیت آمیز بود فکر کنم، ولی نمایشنامه انقدرش موند و نصفه دیگه هم موند برای جلسه بعد. وین وین. خزام کن.